جسد سابق مدیر کل کارخانه آلومینی تاجیکستان میخائیل سینانین را در خانه‌اش در جنوب و شرق شهر مسکو با زخم تیر پیدا کردند. در این باره روز 1 نوامبر منبع خبرگزاری تاس در مقامات حفظ حقوق خبر داد در یکی از منزل‌های کورپوس دوم بنای رقم 14 در کوچه اکادمیک پلیوگین جسد سابق مدیر کارخانه آلومینی تاجیکستان میخائیل سینانین سال تولدش 1931 با زخم تیر پیستولت پیدا کرده شد. درباره جسد پیستولت او را هم پیدا کردند. نقل کرده است امصوبت تاس. جسد سینانین 90 ساله را دخترش در داخل حمام پیدا کرده است. تفتیش این حادثه آغاز شده است ولی بنا به فرضیه مقدماتی سینانین به احتمال غالب خودکشی کرده است. پیستولتی که از بر او پیدا کردند سلاحی بود که رئیس کگب تاجیکستان سال 1994 بعد یک سوءقصد به جانش به سینانین توفه کرده بود. میخائیل فیودروویچ سینانین در سالهای 80 و نیمه اول سالهای 90 رهبر تداز بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان که در کنار شهر ترسانزاده در نزدیکی مرز با ازبکستان جایگیر شده است بر عهده داشت. بعد به روسیه کوچیده رفتن سینانین عبدالقادر ارماتوف رهبر تداز تعیین شد. ارماتوف در اول سالهای 2000 همراه شریک تجارتیش عوض نظروف به غرب فرار کرد و آنها با رهبران نو کارخانه چند سال سودکشی هم کرده بیش از $100 میلیون تاوان به دست آوردند.